أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 74 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 75 را بس همه شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الخامس و السبعون، یعنی درس 75. الدرس الخامس و السبعون، درس 75. درس 75 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید که مساحتون، مساحتون یعنی مساحت. ما و شما هم به تاجیکی میگیم مساحت، یعنی یک مقدار از زمین. مساحت یعنی مقدار از زمین، به عربی میشود مساحتون. جمعش جمع مؤنث سالم است، مساحاتون، یعنی مساحت ها، مقدارهای از زمین. بعد از این میگوید اکثرو، اکثرو بسیارتر یا زیاده. اکثر زیاده، به معنای زیاده می آید، به معنای بسیارتر هم می آید. بعد از این میگوید اکثر من مئتین، اکثر من مئتین یعنی زیاده از 100 یا بسیارتر از 100. از 100 زیادتر یا از 100 بسیارتر. بعدش میگوید مربعون، مربعون اصلا چیزی چارکنجه را میگویند. مربع چارکنجه. اما در اینجا مربع همون تاجیکیه که ما و شما میگوییم چند متر مربع هست، این انا همون مربع هست. بروسی کوادرات نیمتر، بروسی کوادرات نمیگویند. پس این مربع همونه که میگیم که مثلا چند متر مربع هست. بعد از این میگه طولون، طولون یعنی درازی. طول درازی، هر چیز را درازیش. طولون درازی. بعد از این میگه الاتحاد السوفیتیو، الاتحاد السوفیتیو یعنی اتحاد سویتی، اتحاد سویتی. بعد از این میگوید کیلومترون، کیلومترون، کیلومترون همون کیلومتری که خودمون میگوییم انا همون هست، اصلش انگلیسی است والله اعلم. کیلومترون، کیلومتر. بعد از این میگوید کیلومتراتون، کیلومتراتون یعنی کیلومترها، کیلومترها. بعد از این میگوید مسافتون، مسافتون با تاجیکی می شود مسافت. مسافت با تاجیکی مسافت یعنی فاصله. مسافه بین دو چیز یعنی فاصله بین دو چیز. مسافتون مسافت یا فاصله. جمعش جمع مؤنث سالم است، مسافاتون، مسافه ها، فاصله ها. بعد از این میگوید حدون، حدون به معنای سرحد می شود یعنی مرز، یا حد همچنین به معنای فاصله بین دو چیز می شود، فاصله بین دو چیز. و حد همچنین نهایت و آخری هر چیز می شود. میگوید حدت همین است، یعنی که نهایتت همین است. حد به معناهای گوناگون می آید. حد به معنای مرز می آید، به معنای مرزن سرحد، و به معنای فاصله بین دو چیز می آید، و حد به معنای نهایت و آخری هر چیز می آید. بعد از این میگوید
حدود یعنی مرزها، سرحدها، فاصله های میان دو چیز یا نهایت و آخری هر چیزه، نهایت و آخرهای هر چیزه، زیرا که جمع است. حدود. بعد از این میگه اهم. اهم یعنی مهمتر. اهم مهمتر اسم تفضیل است، آخرش تنوین را قبول نمی کند، غیر منصرف است. اهم. همچنین اکثر هم اسم تفضیل است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید که فهم حجری. فهم حجری. فهم حجری یعنی همون انگشته که میگوییم، یا بعضی زغالش میگوین، زغال، یا ما و شما کمور میگوییم، کمور. پس همین فهم حجریون انا همون کمور است. اصلا خود کلمه فهم به تنهایی میشود همون کمور یا انگشت، اما حجریون پس کمور سنگی یا انگشت سنگی، زیرا که حجر سنگ رو میگوین، فهم انگشت رو میگوین، یا همون کمره که میگوین همون کمر. بعد از این میگوید نیفتون یا نفتون هم میگوین، نیفتون، نفتون، هر دو یه چیز است. با همون تاجیکی ما و شما هم نفت میگوییم، نفت. بعد از این میگوید طبیعیون. طبیعیون به تاجیکی ما و شما هم طبیعی میگیم، طبیعی. طبیعی یعنی از روی طبیعت است، طبیعی خودش میبراید بدون کار کرده. بعد از این میگوید غاز طبیعیون یعنی گازی طبیعی، گازی طبیعی. بعدش میگوید غربیون. غربیون کسی که از غرب است. غربیون یک آدمی که از غرب است، آدمی غربی. زیرا که غربون، غرب می شود این یایی که در آخر شدت دار هست، این یا را یای نسبش میگوین، یا یای نسب، برای نسبت دادن هست. این غربیون یعنی یک شخصی که از غرب است. بعد از این میگوید سدون. سدون یعنی بند آب، یا ما و شما سربند میگوییم، سربند آب، جایی که آب را میبندن، دروازه آب. سدودون. سدودون بندهای آب یا سربندهای آب، دروازه های آب. بعدش میگوید سد و اسوانه. سد و اسوانه یعنی سربند اسوان. این سربند اسوان، این اسوان در مصر است که جای دریای نیل بستگی هستند، همون را میگوین سربند اسوان. این یعنی چطوری که ما و شما میگیم سربندی راغون، یا که سربندی دیگر سربندهایی که داریم، و مثل همین در مصر سربندی هست با نام سد و اسوان. بعد از این میگوید ثروتون. ثروتون یعنی بایگری. ثروت بایگری رو میگوین. جمعش میشود ثرواتون. ثرواتون یعنی ثروت ها، بایگری ها. بعدش میگوید ثرواتون طبیعیتون. ثرواتون طبیعیتون یعنی بایگری های طبیعی، بایگری های طبیعی، ثروت های طبیعی. بعدش میگوید اطولو. اطولو درازتر، اسم تفضیل است، غیر منصرف است. اطولو یعنی درازتر. طول گفته بودیم درازی می شود، کلمه طول یعنی درازش، این اسم تفضیل کرده می شود اطولو یعنی درازتر. بعد از این میگوید معدنون. معدنون یعنی معدن، کان، معدن یا کان. جمعش می شود معادنو، غیر منصرف است، صیغه منتهی الجموع است. معادنو یعنی معدنها، کانها. بعدش میگوید نهر النیلی یعنی نهر نیل، دریای نیل. نهر النیلی دریای نیل یا نهر نیل.
بعدش میگه نهر الفولغا، نهر والگا. والگا که هم طرفای روسیه که هست، دریای والگا، همون را به عربی فولغا. این که این صاحب کتاب گفتیم که از داغستان که هست، پس همون چیزی که در اون طرف مشهور است همون را نوشته کرده است. نهر الفولغا یعنی بحری یا نهری دریای والگا. بعدش میگه که یقومو، یقومو به معناهای زیاد میآید، از جمله به معنای خستن میآید. قام یقومو، قام خست، یقومو میخیزد. و همچنین به معنای ایستادن میآید. قام ایستاد، یقومو میایستد. و همچنین به معنای نماز خواندن میآید. قام یعنی نماز رو برپا داشت، یقومو نماز رو برپا می‌دارد. مثلا میگه یقوم اللیل یعنی که شبانگاه رو با نماز سپری میکند. پس یقومو به معنای گوناگون هست، در اینجا در این کتاب والله اعلم به معنای ایستادن هست، می ایستد. بعد از این میگوید من المؤسفی، من المؤسفی یعنی جای تأسف است. من المؤسفی جای تأسف است، یا میتونه بگیم افسوس. من المؤسفی یعنی افسوس. بعد از این میگوید کلام سلیم یعنی کلام درست، کلام سلیم، کلام صحیح. بعدش میگه کلام یعنی سخن، سخن درست، سخن سلیم، سخن صحیح. بعدش میگه ما هو یعنی چیست وی، ما هو چیست وی. خب این بود کلمه های نوی درس 75. با همین کلمه های نوی درس 75 با آخر رسید. میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 75. صاحب کتاب میگوید در حوار درس 75 که این تسکنو یعنی در کجا زندگی میکنی تو، این تسکنو در کجا زندگی میکنی تو. سوال جواب میتید میگوید که اسکنو فی الاتحاد السوفیتی، اسکنو فی الاتحاد السوفیتی یعنی زندگی میکنم در اتحاد سوویتی، در اتحاد سوویتی زندگی میکنم. یعنی این زمانهای پیش که بود، پیش از سالهای 90 بود یا سالهای 90 نوشتگی است این کتاب رو، از این اتحاد سوفیتی را نوشتگی است، نباشه حالا تقسیم و پراکنده شد اتحاد سوفیتی. بعدش میگوید هل اتحاد سوفیتی و بلد اسلامیون، یعنی آیا اتحاد سوویتی دولت اسلامی است. هل اتحاد سوفیتی و بلد اسلامیون، آیا اتحاد سوویتی دولت اسلامی است؟ میگوید لا، الاتحاد السوفیتی لیس بلدا اسلامیا، یعنی میگه نه، اتحاد سوویتی دولت اسلامی نیست. لیس را در آخر ترجمه میکنیم. اتحاد نه، میگه نه، دولت اتحاد سوفیتی دولت اسلامی نیست. باز میگوید یعنی انک تعیش فی بلد غیر اسلامی، میگه یعنی تقصد انت، قصد میکنی یا نیت داری تو، انک هر آینه تو تعیش فی بلد غیر اسلامی زندگی میکنی در دولت غیر اسلامی، یعنی به معنای یقصد میآید یعنی قصد میکنی، یا یعنی معنای گپ تو همین است که، یعنی میشه بگه معناش یعنی معنای گپ همین است که انک تعیش هر آینه تو زندگی میکنی فی بلد غیر اسلامی در دولت غیر اسلامی. جواب میتید میگوید نعم انا اعیش فی بلد غیر اسلامی، میگوید بله، آره، من زندگی میکنم در دولت غیر اسلامی. نعم انا اعیش فی بلد غیر اسلامی، بله، نعم حرف جواب داد که بله، آره، من زندگی میکنم در دولت غیر اسلامی. بعدش میگوید اتعرف ما هی مساحت الاتحاد السوفیتی، میگوید که
آیا میدانی ماهیه چی قدر هست وی مساحه اتحاد سوفیتی؟ آیا میدانی ماهیه چی قدر هست مساحه یعنی که مقدار و مساحه یعنی مقدار و مساحت اتحاد سوفیتی، یعنی زمینی مقدار زمینی اتحاد سوفیتی چی قدر هست؟ اتعرفو آیا میدانی تو ماهیه چی قدر هست مساحت اتحاد سوفیتی، یعنی مساحت مقدار زمین اتحاد سوفیتی؟ میگوید مساحت الاتحاد السوفیتی واسعة جدا و تبلغ اکثر من 22 میلیون کیلومتر مربع. میگوید مساحه یعنی مقدار زمینی اتحاد سوفیتی واسعتون یعنی پهن است، جدا به نهایت، واسع است، پهن است، کلان است به نهایت، و تبلغو و میرسد یعنی همون زمین اتحاد سوفیتی اکثر من 22 میلیون کیلومتر مربع، زیادتر از 22 میلیون 22 میلیون کیلومتر مربع. میگد مساحت الاتحاد السوفیتی واسعة جدا و تبلغ اکثر من 22 میلیون کیلومتر مربع، یعنی مقدار زمین اتحاد سوفیتی پهن است به نهایت و میرسد زیادتر از 22 میلیون کیلومتر مربع. بعدش میگوید اتعرف طول المسافة من الحدود الشرقية للاتحاد السوفيتي إلى حدوده الغربية. میگوید اتعرف آیا میدانی تو طول المسافة یعنی درازی، طولانی بودن درازی، مسافه یعنی که مقدار زمینی که از حدودی یعنی از گرانیتسایی، از سرحد و مرز شرقی، از سرحد و مرز شرقی اتحاد سوفیتی تا سرحد و مرز اتحاد سوفیتی غربی، میدانی چی قدر هست؟ سوالش همین است، یعنی آیا میدانی درازی مقدار زمینی که از مرز اتحاد سوفیتی شرقی تا مرز اتحاد سوفیتی غربی چی قدر هست؟ اتعرف طول المسافة من الحدود الشرقية للاتحاد السوفيتي الى حدوده الغربية. آیا میدانی درازی مسافه که از حدود شرقی اتحاد سوفیتی تا حدود غربی اتحاد سوفیتی؟ جواب میگوید تبلغ هذه المسافة 10,000 کیلومتر. میگوید میرسد، تبلغ میرسد، هذه المسافة همین مسافه یعنی همین مقدار گفتگی زمینایی که گفتی، همین مسافه 10,000 کیلومتر، 10,000 کیلومتر. تبلغ هذه المسافة میرسد همین مسافت یعنی همین فاصله 10,000 کیلومتر، 10,000 کیلومتر. بعدش میگه حدثني ما هي ثروات الاتحاد السوفيتي الطبيعية. میگه حدثني یعنی برای من بگو، سخن بگو برایم، ما هي چی قدر هست ثروات الاتحاد السوفيتي الطبيعية، یعنی بایگری طبیعی اتحاد سوفیتی، اتحاد سوفیتی را بایگری طبیعیش چی قدر هست؟ حدثني ما هي ثروات الاتحاد
السوفیتی الطبیعیت، الطبیعیت صفت ثرواتو هست، از این حساب مرفوع است. اما السوفیتی این صفت اتحاد است، از این حساب مجرور است. حرکت آخرش دقت بتید. میگد حدثنی ما هی ثروات الاتحاد السوفیتی الطبیعیت، یعنی سخن بگو برای من چی قدر هست، یا بگو برای من چی قدر هست بایگری طبیعی اتحاد سوفیتی. ببین ثروات را با صفتش اول ترجمه میکنیم، بعد اتحاد سوفیتی را میگیم، یعنی بایگری طبیعی اتحاد سوفیتی. بعد از این میگوید ان الاتحاد السوفیتی غنی جدا بالثروات الطبیعیه و اهمها الفحم الحجری والنفط والغاز الطبيعي والمعادن المختلفة الأخرى ولكن من المؤسف أن كل هذا تحت أيدي الكفار. میگوید این الاتحاد السوفیتی، هر آینه میگوید اتحاد سوفیتی غنی جدا بایست به نهایت به ثروات طبیعیتی با بایگری های طبیعی و اهمها و مهمترین بایگری اتحاد سوفیتی الفحم الحجری، یعنی انگشت است یا همون زغال یا همون کمر هست، و نفت و نفت است، و الغاز الطبیعی و گاز طبیعی هست، و المعادن معدن ها هست، کان ها هست، المختلفت معادن مختلفه گوناگون، الاخرى مختلفت الاخرى یعنی معدن های گوناگون دیگری هست. دقت دادید؟ المعادن مختلفت صفت معادن، اخرى صفت دویم معادن. ولكن من المؤسف، ولكن میگه افسوس، یا میتونه بگیم ولیکن جای افسوس است، ان کل هذا هر این همین بایگری همین چیزها تحت ایدی الکفاری زیر دست کافرها ده هست، زیر دست کافرها ده هست. میگوید این الاتحاد السوفیتیه، سوفیتیه صفت اتحاد، غنی خبر اینه، اتحاد اسم اینه، غنی خبر اینه، جدا جدا مفعول مطلق برای فعل محذوف، بالثروات الطبيعية طبيعية صفت ثروات و اهمها الفحم الحجری، الفحم الحجری صفت فحم. حجر اصلا اسم جامد است، این قاعده را در ذهنتون داشته باشید. هر اسم جامد را وقتی که ما در آخرش یای نسبت را میاریم، اون اسم جامد میتواند صفت شود. اصلا جامد صفت شده نمیتواند، اسم جامد صفت شده نمیتواند، صفت باید مشتق باشد. لیکن وقتی که در آخر اسم جامد یا این نسبت را، این که الحجریو، این را همراه که میکنیم، پس این حجر اسم جامد بود میگذرد به اسم مشتق، پس صفت شده میتواند. این قاعده را در ذهنتون داشته باشید. الفحم الحجری، اصلا حجر این سنگ اگر همین یای آخرش نباشد صفت شده نمیتواند. چرا؟ زیرا اینکه حجر اسم جامد است، جامد صفت شده نمیتواند، صفت باید مشتق باشد. پس الحجریو به سبب نسبت دادن با این یایی که در آخرش پیوست که شد میتواند که صفت بیاید، زیرا اینکه به مثل اسم مشتق معامله کرده میشود اکنون. و نفت و نفت و الغاز طبیعی، طبیعی همچنین صفت غاز. و المعادن المختلفت الاخرى، مختلفت صفت یکم، اخرى صفت دویم معادن. ولكن من المؤسف، ولكن من المؤسف، لكن اینجا ده از اخوات این نیست. چرا؟ زیرا که نونش نونی ساکنه است. اگر ولکن نمیشد از اخوات این نمیشد. این لکن حرف استدراک هست اما از اخوات این نیست. این حرف است مبنی علی السکون لا محل. من المؤسف ان كل هذا تحت ايدي الكفار.
میگوید این الاتحاد السوفیتی غنی جدا بالثروات الطبيعية و اهمها الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي والمعادن المختلفة الأخرى ولكن من المؤسف ان كل هذا تحت ايدي الكفار. میگوید هر آینه اتحاد سوفیتی بایست به نهایت با بایگری های طبیعی و مهمترین بایگری های طبیعی الفحم الحجری یعنی انگشت است، یعنی کمر هست، و نفت است و گاز طبیعی هست و معدن های گوناگون دیگر. ولیکن افسوس هر آینه همه این در زیر دستی کافرها هست. همه اینها در زیر دستی که است کافرها هست. بعد از این میگوید کلام سلیمون، یعنی کلامی درست. کلام سلیمون یعنی گفت که همه این بایگری ها دارد اما این در زیر دست کافرها است. کمونیستا دا بود، از در دست خریستیان ها هست، حالا هم در دست کافرها که هست. میگوید که کلام سلیمون یعنی سخن سلیم است، درست است، سخن درست، سخن صحیح. بعد از این میگوید انظر الى الخریطه و قل لی ای النهرین اطول. میگوید که انظر یعنی نگاه کن، الى الخریطه به خریطه نگاه کن. ایلا را میشود برای تعدیه بگیریم، پس نگاه کن خریطه را. انظر الى الخریطه، اگر ایلا را برای متعدی برای تعدیه بگیریم پس میگیم نگاه کن خریطه را. خریطتی را مفعول بهی ترجمهش میکنیم. نگاه کن خریطه را و قلی و بگو برای من، و بگو برای من ای النهرین اطول، کدام دو دریا درازتر هست. ای النهرین اطول، کدام دو دریا درازتر هست. انظر الى الخریطه و قل لی ای النهرین اطول، نگاه کن خریطه را و بگو برای من کدام دو نهر درازتر هست. اکنون میگوید نهر النیل ام نهر الفولغا، یعنی دریای نیل درازتر است یا دریای والگه، کدامش درازتر هست. اینجا ده یادتون باشد ما و شما در کتاب آجرومیه در حرفای عطف خوانده بودیم که یکی از حرفای عطف این کلمه ام هست. ام از حرفای عاطفه هست، اما گفته بودیم که حرفای این ام حتما بعد از همزه استفهام می آید. یعنی اینجا ده باید اصلا کلام این طریق باشد. دقت دادید، نهر النیل ام نهر الفولغا، یعنی باید این همزه استفهام باشد. این همزه استفهام باید باشد، زیرا که این ام بعد همزه استفهام می آید یا بعد همزه تسویه می آید. یک همزه دیگر داریم نامش همزه تسویه هست. مثلا سوره بقره در ما شما می خونیم که انذرتهم ام لم تنذرهم. انذرتهم، این همزه تسویه هست، یعنی که انذرتهم ام لم تنذرهم، یعنی یکسان است و برابر است برای کافرها که اونها را میترسانی نمیترسانی، اونها را پند میدهی نمیدهی، برای کافرها یکسان و برابر هست. اون را این طور ترجمه میکنیم زیرا که اون همزه تسویه هست. اما اینجا نهر النیل ام نهر الفولغا، این همزه استفهام است. بعد ترجمه میکنیم آیا نهر نیل یا نهر والگه، این طور ترجمه میشد. اما صاحب کتاب این را ننوشته است، پس این را در داخل قوس نوشته میگذاریم تا اینکه کسانی که کتاب چاپ که شد استفاده بردن بدانند که اینجا در یک همزه باید باشد. این طریق این در داخل قوس می ایستد، در داخل قوس این همزه میماند. پس میگیم نهر النیل ام نهر الفولغا، یعنی آیا دریای نیل یا دریای والگه، زیرا که این ام حتما باید پیش خود گفتیم همزه تسویه باید باشد یا همزه استفهام. پس این همزه شما ماندیم، صاحب کتاب نمانده بود.
بعد از این میگوید که النیل اطول من فلغا و من کل نهر فی العالم، یعنی نیل درازتر هست، دریای نیل که در مصر است، دریای نیل درازتر هست از دریای فولغا، از دریای ولگا، و من کل نهر فی العالم، و از هر دریایی که در عالم هست. چقدر دریای در عالم هست، از همش در درازترینش این نیل می باشد. از ولگا هم دراز است و از باقی مانده نهرهایی که وجود دارد. النیل اطول من فلغا و من کل نهر فی العالم، یعنی دریای نیل درازتر است از دریای ولگا و از هر دریایی که در عالم هست. بعد از این میگوید یقوم علی نهر النیل سد عال فما اسم هذا السد. میگوید یقوم یعنی می ایستد، اینجا را می ایستد ترجمهش میکنیم، می ایستد علی نهر النیل، بر بالای دریای نیل، سد عال یعنی سربندی بلنده، سربندی کلانه، سربندی بزرگه. فما اسم هذا السد، پس چیست نامی همین سربند؟ همون سربندی که در اول نیل، در بالای نیل هست، همون را میگد نامش چی است؟ یقوم علی نهر النیل سد عال فما اسم هذا السد، میستد در بالای نهر نیل، در بالای دریای نیل، سربندی کلانه، سربندی بلنده. فما اسم هذا السد، پس چیست نامی همین سربند؟ اینجا در کنون دقت کنید، سدون موصوف است، فاعل یقومو هست، عالین صفت سدون هست. اما سوال، سدون مرفوع است، عالین مجرور است، چرا؟ این همون اعلال قاضین شدگی است. اصلا این طور بود، سدون عالیون بود، اینجا یا بود عالیون، بسبب التقای ساکنین یا را حذف کردیم و تنوین را، حرکتش را به ما قبلش دادیم، عالیون بود، یا را حذف کردیم با حرکتش شد عالین. در آخر لام پیش از یا حرف لام که بود یک حرکت دیگر زیادی کردیمش، اون تنوین موافق حرکت ما قبلش میگردونیم. اینجا در ما قبلش کسره که بود، یک کسره دیگر را زیاد کردیم شد عالین. دقت دادید؟ پس این عالین میگیم صفت سدون هست، مرفوع و علامت رفعه الضمه المقدره علی یاء المحذوفه، یا حذف شدگی است. بعد از این میگوید جواب میده که سوالش را که هو سد اسوان، وی یعنی نام همون سد اسوان هست، یعنی سربند اسوان هست. همون سربندی که در بالای دریای نیل هست نامش سد اسوان هست، یعنی سربند اسوان. پس این هست حوار و گفتگوی درس 75. با همین درس 75 به آخر رسید و در اینجا درس 75 از کتاب تعلیم زبان عربی را به پایان میرسانم. تا درس آینده، تا درس 76 یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.